بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، دعایی که پیش از به بازار در آمدن یا که در حالتی به بازار در آمدن خوانده می شود، آیا یگان حجت صحیح دارد؟ حدیث که این دعا را ثابت می کند، این حدیث آیا صحیح است یا ضعیف؟ بارک الله فیکم. البته این حدیث را سالم ابن عبدالله ابن عمر، یعنی ابن عمر رضی الله عنه روایت میکنند، یعنی نبیره عمر ابن الخطاب رضی الله عنه. سالم از پدرشون عبدالله، از بابایشون عمر، از رسول اکرم صلی الله علیه و آله روایت میکنند که وقتی که به بزرگ در اومده میشود، لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد و هو علی كل شیء قدیر گفته می شود در حالتی به بزرگ در اومدن، و در بعض گویا روایت ها و اثرها بلند گفته می شود. البته این روایت ضعیف است. حدیثی که دعای به بزرگ در آمدن رو ذکر می کند و بیان می کند ضعیف است، و ضعیف بودن این حدیث رو محدثین و نقاد و اون علمایی که در طبقه اول این علمای حدیث می ایستند، یعنی در اصل اول و دوم، یعنی طبقه اول محدثین، معروف است در علم حدیث که طبقه اول محدثین اونونه که نزدیک به سلف بودند یا که از سلف بودند، اینها این حدیث رو ضعیف گفتند. یکی از بزرگترین علمای طبقه اول مثلا ابو حاتم الرازی و جماعت دیگری بسیاری از علما این حدیث ضعیف گفتند و منکر گفتند، حتی منکر گفتند. ابو حاتم الرازی منکر میگویند و دیگر از علما ضعیف جدا، یعنی ضعیف سخت است گفتند. پس معروف است که حدیثی که منکر باشد یا ضعیف سخت باشد از وی حجت گرفته نمیشود. پس این دعا را خواندن در حالتی به بزرگ در آمدن البته ثابت نشده است و از سنت نیست و خونده نمیشود. بارک الله فیکم. البته این حدیث امام ترمذی در سننشون ذکر کردگی هستند و بعضی از علمای متأخرین یا یک چند از علمای متأخرین این حدیث حسن گفتگی هستند یا صحیح گفتگی هستند، لیکن این خطاگی اونها است، برای اینکه علما و محدثینی که در طبقه اولی این علم حدیث می ایستند، علمایی که در اول این طبقه حدیث می ایستند، این حدیث رو ضعیف بودند و امروز دیگر از علما این حدیث ضعیف میگن. مثلا بمانند عبدالعزیز الطریفی، بمانند شیخ مصطفى العدوی، بمانند شیخ سلیمان العلوان، بمانند دیگر یا که علی بن خضیر و دیگر از علمای اهل سنت و الجماعت که این حدیثه چی میگن از نظر سندش ضعیف جدا و بعضی از اونها منکر میگن. بارک الله فیکم.